من حالم خوبه، دیگه هم نمیخوام قرص بخورم. منم ترجیح نمیدم الان برات قرص بنویسم تا بعد از حاملگیت. نگران چی هستی؟ نگران بعد از حاملگی من. بچه که به دنیا بیاد همه چی خوب میشه، بهت قول میدم. تازه یادت نیست قبلا که قرص میخوردی چقدر حالت خوب بود؟ حالم خوب نبود، فقط یادم رفته بود حالم بده. اینجا استودیو کاج و ما قراره با پادکست سینمایی سایده بی همراه با شما علاقه‌مندان به سینما و فیلمسازی باشیم. مهمون این قسمت سایده بی حامد رجبیه و ما قراره با حامد درباره فیلم‌های بلندش، پریدن از ارتفاع کم و خاطرات بندباز و همینطور فیلمنامه‌هایی که برای فیلم‌های پرویز و درساژ نوشته گفتگو کنیم. حامد، خیلی خوشحالم که قراره با تو گفتگو کنم و توی ذهنم خیلی واسه خودم گفتگوی هیجان انگیزیه. اگه موافق باشی، من میدونم که تو همدان متولد شدی و همونجا هم قبل از اینکه بیای دانشگاه احتمالاً دوره سینمای جوان رو دیدی. یه خورده از شکل درگیر شدن خودت با سینما اگه برامون بگی شاید جالب باشه. من فقط اولش بگم من خودم خیلی آدم هیجان انگیزی نیست. شاید یه ذره. راستش کریرت که هیجان انگیزه. حالا بریم ببینیم چی میشه. آره، من همدان به دنیا آمدم، تا 18 سالگی هم همدان بودم. مدرسه تیسوشان درس میخوندم. در نتیجه کسایی که تو شهرستان چیزی مثل تیسوشان درس میخونن خود به خود قرار دکتر مهندس بشن دیگه. دقیقاً. منتها پدر من نقاشه و به هر حال هنر بودش تو خانواده‌مون. تا اینکه خیلی چیزای مختلف رو امتحان کردم. نقاشی امتحان کردم، سعی کردم شعر بگم، سعی کردم برم موسیقی یاد بگیرم، ولی هیچ کدوم مال من نبود. میدونی، یعنی هیچ کدوم اون شوقی که دنبالشون بدوام و توم چیز نمی کرد. باحال بودن ولی اونی که میگم یه همون شوقه. تا یه وقت سینما جوان آگهیشو تو خیابون دیدم و رفتم و شانسی که داشتم و همه بچه اون دورمون داشتیم این بودش که مجید برزگر درس میداد به همون اونجا. مجید موقع خودش دانشجو بود تهران، دانشجوی لیسانس بود، ولی هفته یه بار می اومد همدان، صبح را می افتاد، ظهر می اومد به ما درس میداد، شب دوباره سوار اتوبوس میشد و برمیگشت تهران. و اون باعث شد که من یه دفعه مثلا سال سوم دبیرستان تصمیم بگیرم کنکور ریاضی ندم و برم هنر و برم سینما و این برخلاف بقیه چیزایی که امتحان کرده بودم یه از خود بی خودی به هم میداد، یه شوق این که 24 ساعت مشغولش باشی میداد که واقعا این احساس که این مال توه. آره، و این اون کاریه که احتمالاً قراره بکنی. ببین، پدر تو یعنی نقاش به معنی نقاش حرفه‌ای بود، یعنی از این محل ارتضا بود. بله. یعنی تو دیده بودی که یه آدم میتونه الزاماً شغل به اون شکلی که ما میشناسیم، کارمند بودن، بازاری بودن و اینها رو نداشته باشه ولی زندگیشو بگذرونه. آره، و در عین حال دیده بودم که گذروندن زندگی از این راه خیلی هم احتمالاً چیز راحتی، میدونین اینجوری نیستش که شما یه تصویر رویایی نیست. آره، باید تصمیم بگیری که بالاخره یه چیزایی باید فدا بکنی و هزینه‌اشو بدی. بله، یعنی اگه تصمیم بگیری که کار خودتو بکنی و خیلی وارد بازار هنر نشی به اون آسونی نیستش دیگه. این ورش هم بودش، این وری که پدر و مادر منم اولش میگفتن حالا برو مهندس بشو بعد فیلمت هم بساز، بذار یه ور ولی همونا یه جای وقتی دیدن من انقدر مشتاقم بهم گفتن که
برو هر کاری دوست داری بکن، چون ما نمیخوایم اون آدمی باشیم که تو بعداً بگی من تو زندگی میخواستم یه کار دیگه بکنم و پدر مادرم نذاشتن. پس کلاسای مجید باعث شد که تو انقدر مشتاق بشی که سینما خوندن رو انتخاب بکنی و کنکور هنر بدی و بیای دانشگاه سوره. آره. و یه شانس دیگه این بودش که همون موقعی که دانشگاه قبول شدم شهاب رضویان داشت فیلم اولش رو میساخت، سفر مردان خاکستری. مجید اونجا دستیارش بود و من یه راست اومدم چون سوره کلاساش از بهمن شروع میشه. یه مصاحبه ای داره توی ابتدا. آره. و من قبل از بهمن مثلا فکر کنم تو پاییز بود، تو آبان آذر و اینا اومدم رفتم سر فیلم شهاب شدم منشی صحنه. یعنی مجید منو به شهاب معرفی کرد و یکو با یک فیلم سینمایی شروع کردم. یه فیلم سینمایی جدی قبل از اینکه بخوای وارد سیستم آکادمیک درسای دانشگاه بشی، توی تجربه حرفه‌ای سینمایی رو پشت سر گذاشتی. و اون باعث شد خب با شهاب آشنا شدم، با آقای محمد رضا شریفی آشنا شدم که واقعا محضرش انقدر لذت بخش بود، آدم انقدر ازش یاد میگرفت که بی‌نظیر بود. و اینو بگم من فکر نکنم در تاریخ سینما منشی صحنه‌ای بدتر از من وجود داشته باشه. گافی نبود که من اونجا ندم، چون همش دنبال چیزای دیگه بودم. کارگردان داره چی کار میکنه، بازیگر داره چی. آخرین چیز این بودش این برگه ها رو چجوری باید پر کنیم، راکورد ها و وگزارشات تو. آره ولی خب تحملم کردم. تدوینگر رو یه جورایی بیچاره کردی احتمالاً. آره. نه همون سر صحنه معلوم میشد گافام قبل از تدوین. ولی اونم خیلی اتفاق خوبی بود. خود تجربه سوره برات چطور بود؟ یعنی میخوام ببینم تو از اونایی هستی که دانشگاه برات کار کرده یا فقط دانشگاه رو رفتی که بگذرونیش و تمام بشه؟ برای من تجربه بی‌نظیری بود، ولی نه به خاطر دانشگاه بودن. این وقتی که تو پسری هستی که شهرستانی هم هستی، قبول شدن دانشگاه در تهران بی‌نظیره، چون میتونی سربازی نری، میتونی از شهرستان بیای تهران و مهمتر از همه میتونی آدمایی پیدا بکنی که باهاشون کار بکنی. آدمایی که 4 سال زندگیشون فقط قراره که بخونن و فیلم بسازن و میدونی این گروهه پیدا کردنش. همونجوری که من اون موقع فیلم کوتاه میساختم، همه بچه‌ها میان سر کار من. اونا فیلم کوتاه میساختن، ما هممون میرفتیم سر کار اونا. و خیلی 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 دوره خوبی بود برای من. راست میگی، چون کسایی که توی دانشکده یعنی به صورت آکادمیک سینما نمیخونن و دارن رشته های دیگه‌ای رو میخونن، مجبورن توی اون 4 سال رویایی 18 تا 22 سالگیشون یک زمانی رو اختصاص بدن، اگه آدم جدی باشن، یک زمانی رو اختصاص بدن به درسی که باید بخونن و سینما باید براشون یه علاقه‌مندی جدی باشه و احتمالاً مثلا آدمایی که در طول روز باهاشون سر و کار دارن آدمایی هستن که خب هم جنس نیست جنس علاقهشون، ولی بچهای سینما این فرصت رو دارن که تمام مدت اون 4 سال و تمام روزشون رو با آدمایی بگذرونن که یه اشتیاقی احتمالاً توشون هست. ببین واقعا هر کاری میخوای بکنی، یعنی باید برات تبدیل به مسئله مرگ و زندگی بشه. فیلم میخوای بسازی، موبایل میخوای بفروشی، نجاری میخوای بکنی و بعد همه زندگیت بشه اون. اگر که نشه نمیشه کنار کار دیگه ای کرد. همین میشه، همین که گفتی دیگه، میشه علاقه‌مندی جدی، فیلم بین خوبی میشی، آدم فرهیخته ممکنه بشی. ولی فیلمساز خیلی سخته بشی اگر که 100% وقتت، که 100% هم باز کمه، اگه اون حجمی که قرار بخونی و واقعا بخوای بخونی، اون حجمی که قرار ببینی و واقعا بخوای ببینی، اون زمانی که لازم برای نوشتن بذاری و واقعا برای نوشتن بخوای بذاری، 24 ساعت هم کم میادش. یعنی به خاطر همین آره، مثلا من این وقتی میرم مثلا سینما جوان درس دادم یا آموزشگاه‌های دیگه درس دادم، خیلی از کسایی که میان 25-6 سالن، شغلی دارن، زندگی دارن، من خیلی وقت به خودم میگم خیلی سخته که اینا بخوان فیلم ساز بشن یا فیلم نامه نویس بشن، چون نمیتونی خودتو پرتاب بکنی توی این چیز، خیلی کارهای دیگه داری بکنی. دانشگاه به خاطر همین برای من همیشه میگم عالیه، یعنی به خیلی توصیه میکنم دانشگاه برین. وقتی میگن چرا، میگم اولین چیز اینه که هر کس بهت میگه
داری چی کار میکنی؟ میگی دارم درس میخونم. آره، همون کاری که همه انتظار دارن داره. حالا اون هم کاری که خودت دوست داری بکنی. به جز این باشه میگن داری چی کار میکنی؟ خب تو باید اون کارو بکنی، باید پول شبیه درآوری، وقت تلف کردن. آره. انگار اگر اون نباشه انگار شبیه وقت تلف کردنه. پس تو برای دانشگاه سازنده بوده و دانشگاه رو تموم میکنی و فیلم کوتاه، میدونم که فیلم کوتاه ساختی. حالا فیلم کوتاهات متاسفانه در دسترس نبود یا حداقل من نتونستم پیدا بکنم، ولی در زمان دانشجویی شروع کردی یا وقتی که درست تموم شد؟ نه، من فیلم اولمو سینما جوان ساختم، 17 سالم بود. یه فیلم 15 دقیقه‌ای بود، دلتنگی های شبانه. فیلم بعدیمو سال اول دانشگاه ساختم. بعدش دیگه 2 سال یه بار یه فیلم کوتاه ساختم همیشه، یعنی تا میدونستی باید این کارو بکنی یا یه اتفاقی بود که همینجوری افتاد؟ نه، خیلی واضحه. تو بیشترین چیزی که فیلم ساختن به تو یاد میده فیلم ساختنه، میدونی؟ یعنی یه قسمت فیلم ساختن مهارته، میدونی؟ انگار یه کار بدنیه، تو باید انجامش بدی. فقط دانش صرف نیست که اگه دانش صرف بود خب هر منتقدی یا هر نظریه پرداز سینمایی فیلمساز بی‌نظیر میشد دیگه، میدونی؟ اینکه چی فکر میکنی میری اونو اجرا میکنی و چی در میاد و میگی آخه چرا یه همچین چیز درخشانی که من فکر میکردم به یه همچین مزخرفی رسیده، کجای کار اشتباه رفتم، چی کار باید بکنم و دوباره از اول. منتها خب فیلم ساختن پرهزینه است دیگه و من بیشتر از 2 سال یه بار نمیتونستم این کارو بکنم. بله، تمرین پرهزینه، یعنی برای اینکه تو بخوای تمرین بکنی برعکس یک نقاش یا مجسمه ساز که میتونه به هر حال با یه مصالح اولیه اقتصادی تمریناتش رو انجام بده، اتود بکنه تا بتونه به کشف خودش برسه. برای اینکه بخوای خودتو توی سینما کشف بکنی، جنس سینماتو، و بتونی این مسیر رو لنگان ولی پیش بری، متاسفانه باید هزینه بدی. آره، و یه چیز دیگر هم هست، اونم اینه که من همیشه تو موقع بچه‌ها گفتم من از فیلم بد ساختن نمیترسم. فیلم بد ساختن نه به این معنایی که تو بدونی که میخوای فیلم بدی بسازی، ولی به این معنایی که در لحظه هر چیزی که فکر میکنی بهترینه رو به خودت اعتماد کنی بری بسازی، حتی اگه تهش خوب در نمیاد. نصف فیلم کوتاهی که من ساختم فیلمای خوبی نیستن واقعا، ولی اونا باعث شد که من فیلم بسازم. یه ور دیگه ای که داره که خیلی از بچه‌ها توش گیر میکنن اینه که همش فکر میکنن نه هنوز این فیلم اون فیلمه نیستش، من باید شاهکارمو بسازم، من باید خیلی وقتا هیچ وقت فیلم نمیسازن، میدونی؟ کمالگرایی. ما 120 نفر بودیم ورودیه سوره سال 79 که خب خیلی از بچه‌ها فیلم ساختن ولی خیلی یارم واقعا شاید 80% فیلمساز نشدن. یه قسمتش این بود که همیشه فکر میکردن که نمیشه که من که مثلا نمیدونم ویلزم قبول ندارم که باید یه چیزی بسازم در این حد دیگه، و اون اشتباهه. چون این اشتباهه که تو تک فیلم ببینی، باید یه مسیر ببینی اینو. تو همیشه باید فکر کنی ته این مسیر من قرار یک فیلم درخشان داشته باشم، و اگه به مسیر فکر بکنی هر فیلمی که تو میسازی ازش یاد میگیری برای فیلم بعدی که بهتر بشه، فیلم بعدی که بهتر بشه. خیلی قائل به این بودم و هنوزم هستم و همیشه بچه‌ها میگم نترسین از این که فیلمتون خوب نشه. نه به این معناست که بدونی خوب نیست، میدونم هر کاری که میتونی بکن، ولی دیگه بگو تهش اینه دیگه، من الان اینم، یه قدمم از خودم جلوتر برمیدارم که نمیدونم چی میشه، ولی اینه، و اون باعث میشه فیلم بعدی یه ذره بهتر بشه، بعدی یه ذره بهتر بشه. ببین این که توی مسیر حرفه‌ای خودت هم خیلی نمود داره. حالا اینو مفصل بهش میپردازیم. یعنی به نظرم خود تو هم وقتی که توی یه در واقع لندسکیپ نگاه بکنیم به کارنامه‌ات، روند توش خیلی اهمیت داره، مایه های تکرار شونده و چیزایی که مشخصه تو فیلم به فیلم داری تمرین میکنی. ولی حالا اگه اینو بذاریم برای زمان خودش، دلم میخواد بدونم که حالا وقتی دانشگاه تموم شد، فاصله ای که تو به عنوان فیلمنامه نویس حضور کردی توی سینمای ایران، یعنی ما تو رو با فیلمنامه فصل باران‌های موسمی
فیلم اول فکر میکنم مجید هست، مجید برزگر. ما برای اولین بار با اسم تو اونجا مواجه شدیم. خود همکاری به ما گفتی که پیشینش برمیگرده به این که توی سینمای جوان شروع شده، ولی دلم میخواد بدونم که خود فصل باران‌های موسمی چجوری پیش اومد. من بعدی از دانشگاه رفتم یه راست سربازی، 20 ماه سرباز بودم. بعد همون آخر سربازی کنکور دادم، فوق لیسانس قبول شدم. اون دانشگاهی که به درد نمیخوره اون مقطع فوق لیسانسی به نظر من. البته من اونجا با همسرم آشنا شدم، ازدواج کردیم، برای من خوب بود. ولی اون جایی که دیگه میشه نرفت، چون دیگه تو گروه جدید پیدا نمیکنی، دیگه ساکن تهرانی، دیگه سربازی تو رفتی، یعنی همون چیزایی که دانشگاه بهت میده رو به نظرم دانشگاه تو همون دوره لیسانس میده. که من بعدش یه ایده داشتم، اینو به مجید، برای مجید تعریف کردم، مجیدم خوشش اومد و نوشتیمش دیگه که شد فصل باران‌ها و مجید ساختش. ببین فصل باران‌ها و پرویز اگه بخوایم به عنوان یه بسته بهشون نگاه بکنیم، جایی که تو همکار فیلمنامه نویس بودی، دلم میخواد بدونم چه جور تجربه‌ایه، به دلیل اینکه به نظر میرسه که وقتی که تو داری با فیلمساز فیلمنامه مینویسی احتمالاً ممکنه که جزئیاتی وارد کار بشه و همزمان به دلیل محدودیت‌هایی که فیلمساز برای ساخت توی ذهنش هست یک جور سانسور کردن ایده ها پیش بیاد. برای شما چطور بود؟ نه، برای من اتفاق پیش نیامد، خاطر اینکه اولا خب من مجیدو خیلی ساله میشناسم و از مجید معلمم بوده و خیلی از ایده هایی که من از سینما دارم و از سالهایی که با مجید کار کردم و سر کلاسش بودم اینا شکل گرفته. در نتیجه جهان ما خیلی یکی بودش، میدونی، لازم نبود اصلا با هم کلنجار بریم که آیا این ایده خوب است یا این ایده بد است. اگه خوب بود برای جفتمون خوب بود، اگه بد بود برای جفتمون بد بود. سر پرویز خب بردیا هم بود، یعنی من و بردیا و مجید می نوشتیم که بردیا هم من از سینما جوان همدان با هم دوست بودیم و همینقدر با هم زندگی کرده بودیم و قبلا با هم فیلمنامه نوشته بودیم و یکی از فیلمنامه‌های کوتاه، یکی از فیلم‌های منو و اونم باز همین، یعنی خیلی این جهان یکی بودش. هر چیزی که با هم فکر میکردیم خوبه و با هم فکر میکردیم بده، میدونی، خیلی لازم نبودش که خیلی وقت هستش که تو به نظرت یه چیزی خوبه هی میخوای به کارگردان بگی این خوبه و کارگردان یعنی میخوای اقناع بکنی. آره. اون روندی که تو مجبوری اقناع بکنی و مدام از نوشتت دفاع بکنی و کارگردان برای اجرایی کردنش تبدیل بشه خودش به سانسور، چی برای شما اتفاق نیفتاد؟ اصلا خیلی میان یه جور فکر میکردیم و یه جور سینما رو میدیدیم. ایده پرویزم از تو بود؟ در گفتگوی با هم سه نفری شکل گرفته و با هم می نوشتین؟ یعنی تو فیلمنامه رو با حضور مجید می نوشتین؟ خیلی نوشتنش من و بردیا بودیم، ولی مجیدم خب در گفتگوها و حرفا و همه اینا بودش و چیز میکردیم. ببین توی فصل باران‌های موسمی و توی پرویز اتفاقی که داره میفته، اگه بخوایم اینجا یکم به اون در واقع ور فیلم نامه نویس تو بپردازیم، یعنی بخوایم این شکلی بهش نگاه بکنیم، خب یه چیزی که خیلی واضحه یا یه چیزی که خیلی شاخصه، شکلیه که شما به تعریف شخصیت اصلیتون میرسین. یعنی به نظرم میاد که هر دو فیلم به شدت شخصیت محورن، بیش از بالا و پایین های روایت یا بیش از طراحی کلاسیک گره افکنی، گره گشایی و اون منحنی های سیدفیلدی، به نظر میرسه که یک اصالتی داره شخصیت شما، یعنی براتون مهم بوده و جنسی که تعریف میکنید شخصیت رو، یعنی به نظر میرسه که یک تعریف بینابینی دارین از قهرمان ضد قهرمان. یعنی ما نمیدونیم که چقدر باید با این آدما
همزاد پنداری بکنیم و چقدر نسبت بهشون فاصله بگیریم؟ ببین کاری که ما کردیم درسته، مثلا در پرویز خیلی دیده شد، ولی همه فیلم خوب تاریخ سینما ایران و جهان دارن همین کارو میکنن. تا اینقدر کم شدن الان این مدل فیلم ها که مثلا عجیب به نظر برسه. مگه راجع به شخصیت های اصلی خشت آینه چی میتونیم بگیم جز همین؟ راجع به شخصیت های اصلی مثلا آرامش در حضور دیگران، یعنی هر فیلم خوبی همینه. هر فیلم خوبی روی خط باریکی حرکت میکنه که مثل بندبازی میمونه راه رفتن روش و هر فیلم خوبی یه ذره از دانسته های مؤلفینش جلوتر میره. یه وقتی خودت هم نمیدونی که چرا واقعا داره این اتفاق میفته، فقط مطمئنی که این اتفاق باید بیفته. یه قدم جلوتر از خودت که به خودت هم لذت اون کشف داده بشه، چون اگه خودت قرار نیست چیزی بفهمی از فیلمت، چطوری ممکنه بقیه چیزی ازش بفهمن؟ اگه خودت به خودت چیزی نمیدی با فیلمت، چطوری ممکنه با فیلمت بتونی به دیگران چیزی بدی؟ اینا همش میشه چیزی که راجع به شخصیت ها داریم خوبه و این صرفا اونور این که دیگه به سادگی شخصیت باید خاکستری باشه اینا نیست. این که خیلی معلومه شخصیت باید خاکستری باشه، تیپ نباشه، فلان نباشه، ولی یه مازادی باید تولید بکنه هر شخصیتی، هر داستانی، هر فیلم، یه مازادی که حتی درست نشه گفتش. من برای سینما عاشق جمله برسونم، میگه سینما گستره بیان آن چیزهایی است که توضیح ناپذیرند. یعنی رسیدن به اون لحظه‌ای که نمیشه توضیحش بدی، فقط میشه نشونش بدی. مثل زندگی، خیلی چیزا تو زندگی هستش که تو نمیتونی توضیحش بدی ولی بعد شروع میکنی تعریف کردنش، بعد اون اینو گفت، بعد این کارو کرد. میدونی این اونجاییه که سینما خیلی قابلیت رسیدن بهشو داره. اون وقت این باعث میشه که شخصیتات مدل خاص خودشونو پیدا کنن، داستان و روایتت مدل خاص خودشو پیدا بکنه و همین. ببین راجب این سیاه و سفید نبودن شخصیت ها متوجه میشم، یا به قول خودت خاکستری طراحی کردن شخصیت ها، ولی به نظر میرسه که مخصوصا شخصیت پرویز همونطور که خودت گفتی چیزی بیش از اینه. یعنی جنسی که پرویز داره توی فیلم تغییر میکنه، اگر نگیم استحاله، و تصمیمی که میگیره برای یک جورهایی فرو رفتن در شر، تبدیل شدن از یه آدمی که احتمالاً تو سری خوره به یه آدمی که میخواد عمل بکنه و این عملش آرامش فضایی که داره توش زندگی میکنه رو مسئله دار میکنه. ولی پرویز کاری که میکنه از خط رد میشه. اول که من اینا که میگم از نظر خودم میگم، بردیا یا مجیدم ممکنه الان بشنن اینا رو از منظر خودشون میگم، من اینا رو از منظر الان خودم میگم. واقعا خیلی هم بعد از این همه سال ریز گفتگوهای اون سالمون یادم نیستش. ولی اون چیزی که برای من تو پرویز مهمه، از خود پرویز مهمتر آدمای اطراف پرویزن. اون آدمای به ظاهر معصومی که اینو به راحتی طرد میکنن، زندگیشو به راحتی نابود میکنن، تحقیر میکنن، همه چیزشو ازش میگیرن و به نظر خودشون هم خیلی اوکیه، چون اگه تو اینجا نیستی پس دیگه شارژو نمیتونیم جمع کنیم، اگه اینجا نیستی دیگه ماشینو بهت نمیدیم که بچه‌ها رو بیاری، اگه اینجا نیستی دیگه همه چیز تامینی و تو هیچی از خودت نداشتی برای این آدما، در حالی که همیشه داشتی مجانی بهشون سرویس میدادی. اون آدمان که پرویزو هول میدن و پرویز شروع میکنه با منطق خود اون آدما باهاشون برخورد میکنه. یعنی پرویز همه جا حرفای درستیه. حالا الان مثلا صحنه‌ای که اون آدمایی که دارن نگهبانی میدن تو شهرک میگیرنش، درسته که درست گرفتن پرویزو، ولی از اون پرویز میگه که چجوری جرئت میکنی به من شک بکنی؟ تو به دنیا نیومده بودی من اینجا داشتم زندگی میکنم. انگار چون میدونه که قرار اونو شک بکنن داره این مسیر رو میره. میدونی این بازخورد ماست که
فکر میکنیم میتونیم سالها بزنیم تو سر آدما و این آدما هیچ وقت هیچ کدومشون جرئت نمیکنن که جلومون وایسن. حالا اگه وایسن چی؟ میدونی؟ چیه؟ سلام پرویز، شما این؟ سلام. ببخشید دیدیم تاریکی از اینجا دارید میری؟ خب مگه نشیدی چند روز پیش تو شهرک چی شد؟ یکی اومده بود همه جا رو سمپاشی کرده بود. مواظب حرومزاده رو بگیریم. خب حالا دیدی که منم. آره. تو که اینجا دیگه زندگی نمی‌کنی. نه یه چند وقتی رفتم. چیه؟ نکنه به من شک دارین؟ نه فقط آخه این وقت شهر تو خجالت نمیکشی؟ من 30 ساله تو این شهرک زندگی کردم. تو اون موقع هم به دنیا نیومده بودی. همه شهرک منو میشناسن. اون وقت به من شک دادین؟ ببخشید. شرمنده آقا پرویز. یعنی ما داریم، یعنی تو داری راجع به جهانی صحبت میکنی که آدم‌ها با رفتارهاشون میتونن کسی رو مستعد واکنش. واقعیتش اینه که این اتفاق سالها داره میفته خب و اون آدم هم هیچ وقت به خودشون اجازه نمیدن که این طغیانه رو بکنن. حالا یکیشون اگه بلند شه این کار رو بکنه چی؟ ببین یه چیز ساده، ما سوار ماشین میشیم تو خیابون راه میریم، این بچه‌های دیدی که سر هر 4 راه این شهر دارن شیشه تمیز میکنن، نمیدونم فلان. 90% ما هم تو ماشین نشستیم، یه بارم ممکنه یه پول بدیم، 3 بارم حوصله نداریم پول بدیم. خشمی که تو اون بچه هستش نسبت به ما چیه؟ میدونی؟ من نشستم، همسرم بغلم، بچه‌م اونجا داره مثلا آب میوه‌شو میخوره، میگیم میخندیم، موزیک گذاشتیم، اون زیر گرما و سرما میاد پاک میکنه و ما حاضر نیستیم که در 90% مواقع حتی پول بدیم. دادی هم میزنیم سرشون. این خشم انباشته شده از کجاست؟ حالا مثلا میتونیم بگیم که ما تقصیری نداریم که اون بچه اونجاست. مگه میشه تقصیر نداشته باشیم؟ مگه نمیدونم ما نمیریم رأی بدیم؟ مگه وقتی رأی میدیم همه نگرانیمون ارزش پاسپورتمون نیستش؟ مگه چند نفر ما راجع به حداقل حقوق مثلا میره صحبت بکنه؟ و مجموعه ای از همه اینا که بعد میشه که اون بچه رو میره اونجا. اگه یکی از اونا یه زمانی شیشه ماشین منو بشکنه، من چقدر باید کلافه باشم؟ میشم ها؟ آره میدونم. ولی در فیلم حداقل میتونی یه ذره از اون لحظه خودت فاصله بگیری، یه ذره دورتر و به طرف مقابل بدی، تصویر بزرگتره رو ببینی. من یه چیزی که همیشه میگم که من خودم تو تمام این فیلمایی که مینویسم احتمالاً اون طرف بدم تو زندگی، میدونی؟ منم احتمالاً مثل همون آدمای شهرک اگه ماشینمو میدادم یه نفر بعد دیگه اونجا زندگی نمیکرد میگرفتم ماشینا رو. منم مثل شوهر فیلم پریدن اگر مثلا زنم اون کارا رو بکنه احتمالاً عصبانی بشم. این اصلا ربطی به این نداره که خودت چی کار میکنی. میگم سینما بدین امکانو میده که یه ذره عقب‌تر وایسی، بتونی اون تصویر بزرگه رو ببینی و کاریو بکنی که شاید تو زندگی واقعی جرأتشو نداری. آره میفهمم. ببین در واقع واکنش‌های اون آدما یا چیزهایی که دارن به پرویز میگن یک جورهایی عقل سلیم میاد یا یک جورهایی داره انرژیش یا دلیلش رو از توی عرف میگیره. یعنی همه این چیزهایی که داری میگی منطقی و عقلانی هن. آره ولی در این حال داره میگه که عرف چقدر میتونه وحشتناک باشه و عرف الزاماً چیز درستی نیستش، چون این نتیجه ها رو هم به بار میاره، میدونی؟ این آدم ها رو هم له میکنه و اگه یه جای این آدم هایی که دارم، این 2 تا چیز هستش دیگه. من یه فیلم خیلی خوبی چند وقت پیش دیدم اسم دشت خاموش. خیلی فیلم زیبا و واقعا کیف کردم از دیدنش. ولی تو اون فیلمه اون آدمی که داره بهش ستم میشه تهش میره توی اون چیزه
کوره آجرپزیه شیر گاز رو باز میکنه که خفه بشه، خودکشی کنه. من میگم اون لحظه اگه فندک رو بزنه کوره رو بفرسته هوا چی میشه؟ یعنی ما یه وری عادت کردیم، یعنی که محیط رو هم تحت تاثیر آره، قرار بده. ما عادت کردیم همیشه که این آدما میریزن تو خودشون و خودشون رو نابود میکنن. اگه یکیشون تصمیم بگیره ما رو با خودش ببره چی میشه؟ این شاید یه ذره ما رو به خودمون بیاره. یعنی کل ماجرایی نیستش که چقدر خوبه که اون این کارو بکنه، کل ماجرا اینه که ما یه ذره مواظب باشیم، جوری برخورد نکنیم که اون اتفاق بیفته. آره دیگه، شاید شما تو شکل نمایشی، یعنی تو شکلی که دارین طراحی میکنین، سعی میکنین اینها رو بحرانی کنین. یعنی جواب پیرمرد خشکشویی که میگه زن بگیر، خوب بپوش، خوب بخور، کار کن، تو یه 50 ساله‌ای هستی که کار نمی کنی، این میشه که با میله توی سرش کوبیده بشه و بمیره. آره، به خاطر اینکه پرویز داره کار میکنه برای همون آدم، میاد تو مغازش بدون اینکه پول بگیره داره بهش کمک میکنه. میدونی؟ در واقع پرویز داره تمام مدت کار میکنه و به قول معروف سرویس میده، ولی کاره چون از جنس مناسبات عرفی نیست، کار تلقی نمیشه. ببین، من کلا فکر میکنم همه ارزشای زندگی عرفی ما بر دروغ بنا شد. یعنی هممون به هم دروغ میگیم، هممون رعایت حال همو میکنیم، یک سطح آرامی از دروغ بین هممون جریان داره. اون لحظه که یه نفر این وسط شروع کنه راست گفتن، همه چیز به هم میریزه. این کاری که پرویز هم میکنه، باباش با سگ و گربه ها مخالفه، نمیخواد، خب میگه بیا نشون میدم بهت که چطوری اگه نمیخوایی باشن این راهش، همه رو مسموم میکنم. نمیدونم اون آدمیو که سر کار بیرون میکنه. قسمت بیشتر این برای من تو پریدن از ارتفاع کم اتفاق میفته. یه زنی راه میفته و واقعا چیزی که واقعیت آدم ها به خودشون میگه، همه چیز به هم میریزه. میدونی من فکر میکنم که اتفاق خیلی جالبی بین پرویز و بین فیلم شخصی تو میفته. جاییه که تو حالا تصمیم میگیری پروژه شخصی خودتو تعریف بکنی، یعنی بیای اولین فیلم بلندت رو بسازی، تجربیاتی داری از 2 پروژه‌ای که با مجید برزگر به سرانجام رسوندی و اگر اینها رو هم در امتداد فیلم کوتاهایی که ساختی ببینیم، یعنی به نتیجه‌ای رسیدی که محدوده‌ای از جهان قصه ها که تو دلت میخواد روایت بکنی رو کشف کردی انگار. یعنی اون طبقه اقتصادی، اون فضاهای شهری، اون مناسبات، اون شکل خونه ها، اینها رو پیدا کردی و حالا شخصیت ها رو میتونی توشون جانمایی بکنی. مثبتش اینه که من تو اون فضا زندگی میکنم، من از اون طبقه، میدونی، و چون میشناسمش میتونم راجع به اون حرف بزنم. بحث روحیه که تو از یه زندگیایی میشناسی و از یه زندگیایی نمیشناسی. مثلا من تهش روح زندگی پولداری رو نمیشناسم و روح زندگی فقیرم نمیشناسم، میدونی، ولی روح زندگی متوسط رو میشناسم و من از طبقه متوسط بیزارم. به نظرم ناآگاه ترین طبقه متوسطه و هیچ کس اندازه اعضای طبقه متوسط در توهم زندگی نمیکنه. همیشه فکر میکنه بیشتر از چیزیه که هست و همیشه کمتر از اون چیزیه که هست. همیشه داره فرو میره ولی همیشه فکر میکنه داره پیشرفت میکنه. به خاطر همین انگار دارم راجع به خودمم چیز میکنم. و طبقه متوسط فقط برای اقتصادیش نیستش، برای فکریش، برای اخلاقیش، برای ایدئولوژیکش، همه اینا با همه. ولی این چیزی که من میشناسم اون وقت قسمت زیادیش دیگه میشه تخیل، میدونی، میشه سینما، که اینکه حالا آدمه چه کار میکنه، حالا اگه مثلا اصلا چطوری. ببین من هیچ وقت پدر و پسری که تو اون سن با هم زندگی کنن رو نمیشناختم. یعنی این نیستش که اونم از تجربه زیستم بیاد.
توی تجربه واقعی شاید پدر و مادری با هم یه خونه رو ترک نکنن بچه تو خونه تنها بمونه. بله دقیقاً. یعنی برخلاف ظاهر به شدت رئالیستی و واقع گرایانه فیلم و دوربین و همه اینها و مناسبات، خود موقعیت اولیه موقعیت انگار رئالیستی نیست توی جامعه ایرانی. توی فصل باران موسمی که همزمان پدر و مادری که میخوان از هم جدا بشن خونه رو ترک کنن و به یه پسر نوجوون که تازه داره مراحل بلوغ خودش رو احتمالاً سپری میکنه بسپرن. آره من همیشه میگم ولی اون موقعیت اولیه میتونه انقدر برانگیزاننده باشه که فکر کنی حالا چی؟ اصلا تو فراموش، یعنی از نظر علی فراموشش بکنی. آره و ببین واقعیتش اینه که مگه میشه که یه پدر مادر بالاخره ما پیدا نکنیم که این کارو کرده باشن؟ یعنی تو میگی تا میشه یه نفر رو پیدا کرد هر چیزی همین که به ذهن من اومده لابد میدونی در این کشور چند نفر 50% تهرانی بعد ازدواج طلاق میگیرن دیگه، یکیشون بالاخره این کار کرده دیگه. این مثل این نیستش که مثلا طرف از آسمون مثلا افتاد مینی و میگم منتها اون موقعیته میتونه به تو در ادامه راه یه انرژی بده که بتونی خیلی کارهای دیگر رو بکنی. و یه چیز دیگر هم یادمون باشه، ما رئالیسم رو خیلی وقتا از زندگی نمیگیریم، از سینما میگیریم. ما این سینما قرار بودش که همیشه از روی زندگی ساخته بشه، ولی واقعیت اینه که بعد یه مدت سینما فهمید قدرت اینو داره که به زندگی شکل بده. به خاطر همین کم کم زندگی‌ها شروع کردن از روی سینما کار کردن. یعنی این که این تو داری این جمله رو یعنی این شکل نگاه رو نقد نمی‌کنی، داری روش تاکید می‌کنی. نه من دارم میگم که اگر چیزی به نظر ما میرسه که رئالیستی نیست، به خاطر این نیستش که در زندگی نیست، به خاطر اینکه در سینما نیست. چون ما که نمیتونیم بگیم که ما همه زندگی‌ها رو دیدیم، ولی ما میتونیم بگیم ما خیلی فیلم‌ها رو دیدیم. در فیلم‌ها چون این اتفاق نمیفته، مثلا همه فکر میکنن که الان جنوب شهر همه آدما باید داد بزنن سر هم. تا اگه جنوب شهر یه فیلمی بسازی که همه آرومن، احتمالاً اولین چیز این باشه که رئالیستی نیستش. این چه جور جنوب شهریه؟ آره مثلا یه ایده هستش که آدمای بالا شهری به بچه‌هاشون بیشتر میرسن تا آدمای پایین شهری. این چرا از کجا اومده؟ چون تو فیلم‌ها اینجوری دیدن آدما. حالا این تو فیلم‌ها اینجوری دیدن، سینما ایران که انقدر قدرت نداره. یه چیزی مثل هالیوود ببین چجوری آدما روابط شخصی ترین روابطشون هم با فیلم‌ها تنظیم میکنن. این زنه با اون مرد اونجوری برخورد میکنه، اون مرد پس لابد باید اینجوری برخورد کرد. چرا باید اینجوری برخورد؟ چون اون فیلم از روی زندگی لابد برداشته شده، میدونی؟ یعنی الگوهای برساخته. آره. به خاطر همین میگم هر وقت کسی بهم میگه که چرا اینجوری، چرا فلان، اولین چیز من اینه که واقعا چقدر مطمئنیم که راجع به زندگی داریم حرف میزنیم یا چقدر داریم راجع به سینما حرف میزنیم. من میگم در زندگی احتمالش خواهد بود. آره ببین الان که دارم فکر میکنم مثلا یه نمودش توی اون شخصیت زن همسایه‌ایه که توی پرویز ساختین. یعنی زن همسایه‌ای که میدونه که داره دیده میشه، فهمیده که داره دیده میشه، واکنش منفی که نمیده هیچ، از طریق پسرش غذا میفرسته برای یه آدمی با ویژگی‌های فیزیکی پرویز و با اون آدم میخوابه و بعد از خوابیدن میگه خونه برو بیرون. بسیار شخصیت، یعنی یکی از خورده داستان‌های خیلی جالب پرویز اون شخصیت و به نظر من یه دستاورد توی شخصیت‌های فرعی پرویز، یکی از ناآشناترین شخصیت هاست. آره یعنی شاید اون انرژیشو از اون چیزهایی که ما توی سینمای ایران دیدیم داره الگوشو نمیگیره، داره یه جوری دیگه خودشو تعریف میکنه. آره من میخوام بگم مثلا اون برای خیلی از آدما که خیلی از فیلم‌ها رو دیدن غریبه، ولی بعضی از آدمایی هم که مثلا با شهید ثالث و مثلا مهرجویی و گلستان و تقوایی و اینا چیز شدن یا داستان‌های قصه خونن، قصه مدرن میخونن، این خیلی براشون چیز عجیبی نیستش. میپذیرن که بله میتونه باشه. حامد بیا برگردیم به اون فاصله‌ای که تو میخوای پریدن از ارتفاع کم و بسازی.
به عنوان یه فیلمنامه نویس خودت عادتهای نوشتن چه شکلیه؟ یعنی آیا برای روتین نوشتن و تمرین خود نوشتن برنامه داری توی زندگی روزمره‌ات؟ من از 17 سالگیم واقعا شاید هر روز نوشتم، به جز این 2 سال آخر که خیلی الانم دارم می نویسم، ولی اون هر روزه یه ذره چیز شده. و مثلا برای پریدن و پرویز و اولین چیزی که من تو کافه می نویسم. یعنی صبح بلند میشم میرم یه کافه، اون وقتایی که خیلی رو فرمم و سر حالم و چربیای روحم آب شده مثلا 9 صبح تا 5 و 6 بعد از ظهر، یعنی برای پریدن 1 سال اینجوری نوشتم و هفته مثلا 6 روز، اونم چون جمعه ها کافه 4 بعد از ظهر باز میکنن نمیشه رفتش، ولی از خونه حتما باید بیام بیرون. خیلی بامزه است. بعدن یه چیز خوندم، خیلی از نویسنده ها چیزش، من خیلی خودم هم الان اینو که همه میگم فرق نویسنده با غیر نویسنده اینه که نویسنده کسیه که وقتی چیزی برای نوشتن نداره از پشت میزش بلند نمیشه. اگر تو تونستی وقتی ایده نداری بشینی و بلند نشی، تو نویسنده. من متوسط زمان نوشتن فیلم برام 1 ساله. 1 سال هر روز بین روزی مثلا 4 ساعت تا مثلا 6-7 ساعت تو کافه. این سالا یه ذره این کمتر شده، مثلا شده هفته مثلا 4 روز 5 روز دیگه. یعنی توی اون روتین نوشتنت همیشه یه پروژه تعریف شده؟ بله. آره. اون مدل همینگوی که بره پاریس و نوشتن رو تمرین بکنه رو نه، من نداشتم هیچ وقت. من همیشه داشتم فیلمنامه نوشتم. حالا این 1 ساله نوشتن فیلمنامه وقتی که تو ایده داری فکر نمی کنم بیشتر از 1 ماه کار ببره. 11 ماهش تو هیچی برای نوشتن نداری، ولی میشینی همچنان به اون صفحه سفید نگاه میکنی، اتود میزنی، میگی حالا از این ورش برم، حالا از اون ور برم، دفترچه سیاه میکنی، فکراتو مینویسی. مثلا 1 ماه 1 خط به درد بخورم ننوشتی، 1 ماه جلو نرفتی، ولی ادامه میدی. این شیوه نوشتنه. ولی من پریدن تموم شده بود، میرفتیم من هنوز اون صحنه آب میوه خوردن توی خونه رو نداشتم. میدونستم که همه فامیل رو دعوت میکنه به خونه و یه اتفاق عجیب قرار بیفته. ولی نمیدونستم چی. 2 ماه واقعا هر روز برای اون صحنه من چندین ساعت هر روز میرفتم سعی میکردم بنویسمش. یعنی فیلمنامه رو تموم کرده بودی ولی این صحنه رو به جنبندی نرسیده؟ آره. نشده بود دیگه. میدونی مثلا مسمومشون میکنه واقعا. و اون جایی که فهمیدم این هیچ کاری نمیکنه، ولی اونا میترسن از این که شاید مسموم کرد. چرا؟ فقط چون ستینگ به نظرشون غریبه. آره، این متد من برای نوشتنه، جون کندن. بعد تو با از اون شیوه مرسوم سیناپس و اینا شروع میکنی یا ذره ذره پازلتو میچینی کنار؟ نه، من همیشه سیناپس و اینامو بعدش که قراره که این ور اون ور فیلمنامه بره مینویسم و خیلی هم کار سختیه. نه، من خیلی وقتا آخرشو نمیدونم، خیلی وقتا آخرشو میدونم، وسطشو نمیدونم و مدام. ببین نکته اینه، 2 جور نوشتن داریم. توی وقتایی کشفی کردی و راجبش مینویسی، یه وقتایی مینویسی که چیزی رو کشف بکنی. خیلی وقتا من با یه این جوکه بود، طرف یه دکمه پیدا میکنه براش کتی میدوزه. من خیلی وقتا یه دکمه، یعنی همیشه یه دکمه دارم، یه ایده، یه لحظه، یه شخصیت، یه حرف. فکر کنم این چیه ماجرا. یه لوکیشن، مثلا من یکی از فیلم کوتاهام یه لوکیشن بود، دانشگاه کشاورزی همدان. اونجا دیدم من میخوام اینجا فیلم بسازم. یه موقعیت خیلی وقتا. آره حامد، آخه قسمت سختش اونه. یعنی وقتی که تو یه ایده‌ای داری و خیلی چیزا تو ذهنت شکل گرفته، اون موقعی که خالی هستی کار پیچیده میشه. یعنی خیلی از انسدادهایی که
باعث میشه آدما رها کنن و برن وقتیه که خالی هن و آدما احتمالاً اکثر وقت خالی هن. نه ببین، تو وقتی که زندگیت آغشته و درگیر با سینما باشه، همیشه وسطای کارت یه دکمه برای کار بعدی پیدا میکنی که میذاری یه گوشه میمونه. برای من خیلی پیش نیومده که کار تموم بکنم، یا مثلا توی نمایش فیلمت، چون ما یه فرصت نفس کشیدنی داریم، اونم وقتی که فیلم تموم میشه تا وقتی که نمایش داده میشه. اون یه جاییه که به خودت احساس نمی‌کنی عذاب وجدان نداری که آره، کار نمی‌کنی. دقیقاً. همیشه یه موقعیتی هستش که بخواید شروع بکنی راجبش فکر کردن و اینا. و میگم حالا بحث اینه که من میدونستم سر پریدن زنی هستش که بچهش مرده و به هیچ کس نمیخواد بگه. سوال این بود چرا؟ این چراه واقعا 5-6 ماه طول کشید تا من فهمیدمش. چرا نمیگه؟ چی هستش که نمیگه؟ حامد بد نیست باز پیش از این که بخوایم وارد خود جهان سینمایی پریدن بشیم راجب سلیقه چیزهایی که میخونی، حالا مخصوصا ادبیات یا چیزهایی، یعنی متنهای دیگه‌ای که تو باشون سر و کار داری، برای اینکه احتمالاً خوراک بگیری یا نه برای در واقع صرف عمل خوندن. خیلی دلم میخواد راجع به اینام بدونم. ببین خوندن خیلی بخش جدای ناپذیری از زندگی منه. یعنی وقتای خوبم که رو دورم 7-8 ساعت در روز میتونم بخونم، خیلی هم که داغون باشم دیگه 1-2 ساعت رو حتما دارم. و من آدمی نیستم که خیلی زندگی پرهیجان و تجربه زیسته سرشاری داشته باشم. بخاطر همین این تجربه از خوندن ها برام شکل میگیره. ادبیات داستانی که همیشه میخوندم، از یه دوره‌ای برام فلسفه، سیاست و تاریخم و اقتصاد خیلی مهم شدن. در این موردم میخونم و یه چیزی برای خودم دارم دیگه. میگم فکر کن که مثلا بگن که یه آقای هست به اسم افلاطون الان این کافه بغلیه، میخوای بری باش بشینی حرف بزنی؟ ممکنه بگی نه. مثلا یه نیچه هستش. خب اینا گل این حرفا و گل این فکرها و همه این چیزا تو این کتابا هستش. تو در واقع داری با این آدما گفتگو میکنی. و خوندن و فکر کردن، یعنی خوندن بهت این امکانو میده که بتونی راجع به زندگیت یه ذره درست‌تر فکر کنی. به نظرم بتونی از زندگیت فاصله بگیری. سلیقه رمان خوندنت چی؟ ببین خیلی دوست دارم بدونم چیا میخونی. ببین یه چیزی هستش راجع به این سلیقه خوندن که تو دوره‌های مختلف زندگی فرق میکنه. یعنی من طبیعتا رمان مدرن دوست دارم، رمان پست مدرن کمتر دوست دارم، رمان کلاسیک هم کمتر دوست دارم. ولی آدمایی که همیشه دوست داشتم داستایفسکیه، نمیدونم فاکنر، همینگوی، کافکا، همین چیزا که همه میخونن دیگه. ولی اینکه تو چه دوره‌ای کدوم یکی از اینا مهمتر شده فرق داره. یه آدمی که همیشه خیلی برام مهمه کافکاست. من کافکاها رو خوشبختانه چون کارش هم زیاد نیست 2-3 سالی یه بار از اول میخونم و کیف میکنم. مثلا من خیلی زیاد پیش میاد که کتابی رو 2 باره و 3 باره و چند باره بخونم. فیلم یه ذره کمتر پیش میاد که 2 باره و چند باره ببینم. ولی تو فیلم هم همین جوره. یک دوره‌های مثلا آنتونیونی برای من مهمترین آدم بود. الان آنتونیونی خیلی دوست ندارم. الان مثلا گودار البته همون موقعی که آنتونیونی مهم بود گودار هم مهم بود. گودار همیشه مهم بوده و جلو اومده. ولی گودار دوست دارم، میشل هانکه دوست دارم. دوست نداری یعنی این که نظرت راجع به فیلماش تغییر کرده یا دیگه بهش رجوع نمی‌کنی؟ ببین یه ذره یه ملودرامی الان توی آنتونیونی میبینم. در پس میزانسنای درخشان، بازیای عالی اینا، یک وجهی از ملودرام الان میبینم که دوست ندارم. قبلا اینو نمیدیدم. شاید 10 سال دیگه هم دوباره نبینمش. الان یک
الان چون اصلا تحمل هیچ وری از ملودرامو ندارم، مثلا الان فیلم مهم زندگیم ویکنده، ولی فیلم ها به نسبت، یعنی اون چیزایی که دوست داری به نسبت دوره های زندگی تغییر میکنه، هیچ کدومش معمولا ماندگار نیستش. تو در این دوره زندگیت با این پروژه فکری که داری اون فیلم برات مهمه، ولی 4 سال بعد با یه پروژه فکری دیگه، با یه زندگی دیگه، یه فیلم دیگه مهمه. از فیلمسازهای معاصر کیا رو دنبال میکنی؟ والا تک فیلم بیشتر میشه گفتش که ببینید توی یه مدل نیستن. مثلا میشایل هانکر رو خیلی دوست دارم، ولی نوری بیلگه جیلان هم خیلی دوست دارم. یعنی خیلی فکر نمی کنم که آدم ها هستن که مهمن، بیشتر کارا هستن که مهمن. توی پریدن تو داری یه شخصیت طراحی میکنی، یه شخصیت زن داری طراحی میکنی که ما همون اول متوجه میشیم که بچهش مرده و قراره این بچه مرده رو حمل کنه. چیزی که خیلی برام جالبه توی طراحی مسیر روایت توی پریدن و چیزیه که به نظر من گسترش پیدا کرده اون چیزیه که داری توی اون چیزیه که دارین با مجید برزگر توی فیلم‌های قبل میگی و یه مقدار بحرانی تر شدن و رادیکال تر شدنه، اینه که دیگه اینجا به طور کامل داری اون سیستم گره افکنی و اینها رو کنار میگذارین. یعنی ما توی فیلمنامه‌های قبلی همچنان یک پیرنگ همچین قوی داریم که بقیه دارن بهش متصل میشن، ولی اینجا با فاش کردن اون چیزی که میتونست خودش یه نقطه دراماتیک باشه توی یک فیلمنامه ای از یه جنس دیگه، تو داری کاملا یک مسیر سفر توری منزل به منزل برای شخصیت طراحی میکنی و نکتهش اینه که توی این سفر قرار نیست خودش تغییر بکنه. یعنی نکته تمایزش اینجاست، قرار دیگری که توی هر کدوم از اون فصلها با این آدم و با این زن مواجه میشه در برابر خودش قرار بگیره. یعنی شخصیت ها کاتالیزور برای تغییر یا استحاله پیدا کردن شخصیت اصلی تو نیستن، اون آدمه که داره یه آینه میگیره در مقابل هر دیگری که در برابرش قرار میگیره. ببین من خودم تحمل رو دست خوردن از فیلمسازا رو ندارم. یعنی اون جایی که موقع تماشای یه فیلم احساس میکنم به هم رو دست زدن، یه احساس سرم کلا رفتنی دارم که به من جدایی نادر از سیمین رو وقتی دیدم بار اول دوستش نداشتم، بار دوم دیدمش و اون قضیه تصادفو چون میدونستم به نظرم خیلی فیلم خوبی اومد اتفاق. یعنی ارزشش رو از اون چیزی که به گرو گرفته بود برداشتی، یعنی وقتی برداشته میشه آره اینجوری. و وقتی تونستم خیلی راحت فیلم رو هی فکر نمی‌کردم حالا چی شد، یعنی الان میخواد چی بشه، بعد میتونستم صحنه ها رو ببینم، میتونستم ببینم چه اتفاقی داره میفته، جدای اون چیز کلی فیلمه که همون بحث دروغ و راستیه که چیزه، ولی فیلم خیلی درست داشت پیش میرفت، حرفای جالبی داشت میزد و هیچ لزومی نداشتش که مثلا اونجوری منو گروگان بگیره با اون چیزه، یعنی با اطلاعاتی که از با مخاطب حذف کردن اون و اون قسمتی که میشد چیز باشه. خب آره اگه اونو میذاشت شاید فیلم اسکار نمیگرفت، شاید انقدر فروش نداشت. خب معلومه این یه انتخابه که بالاخره تو انبوهی تماشاگر به کارت اضافه میشه، ولی یه عده‌ای هم اون وقت ممکنه مثل من مثلا جزء طرفدارای فیلم نشن دیگه. یعنی توی یه الگوی دیگه شخصیت تو ابتدای پریدن میتونست از در دستشویی بیاد بیرون و بره به زندگی با همین شدت واکنش بپردازه و ما تو انتها بفهمیم دلیل شخصیت رو. شما 2 صحنه اولو بردار میدونی، ولی این انتخاب دیگه روبازی کردنه. چطوری میشه روبازی کنی و همچنان جذاب باشی؟ و سوال اینه آیا هنوز اتفاق درست و جذابی داره میفته که بخوای فیلم رو نگاه بکنی؟
این از چیز این از این میاد که یه چیزی هستش که آقا رو دست نزنیم، غافلگیر اینجوری نکنیم، احساسات کسی رو به گروگان نگیریم. حالا همه اینا رو بذاریم کنار، چی میمونه؟ ولی از یه طرف غافلگیری اون وقت توی هر فصلی که برای فیلم تهیه کردی، یعنی نوشتی، تزریق میشه. یعنی شخصیت مدام داره واکنش هایی غافلگیر کننده توی موقعیت به آدم ها نشون میده که درسته که اون غافلگیری بزرگ نیست، اما هر کدوم تو جای خودش به شدت تکون دهنده است. دقیقاً. آخه بحث روبازی کردن همینه. کسی که روبازی میکنه این نیستش که بازی نکنه، روبازی میکنه ولی بازیش بازی خوبیه همچنان، میدونی، و میتونه ببرته. ببین چجور به این کاستینگ رسیدی؟ کاستینگ فیلم پریدن از ارتفاع کم، خب ظاهر فیلم که از یک فیلم لو باجت کم در واقع هزینه داره صحبت میکنه، ولی خب تو 2 تا سوپر استار داری، نگار جواهریان و رامبد جوان، یک همون زمانی که خب یه چیزهای فرامتنی هم وجود داره و تو و قبلترش هم اون تئاتر امیررضا کوهستانی دیوار 4 رو با هم دیگه کار کردن. خیلی برام جالبه بدونم چه جوری به این کاستینگ رسیدی، چه جوری فکر کردی که این زوج میتونن زوج فیلمنامه تو باشن؟ ببین من همیشه فکر می‌کردم که نگار خیلی بازیگر بی‌نظیری، بدون اینکه راجب نقشاش میدونی بدون بگم این نقشه بی‌نظیر، خودش فکر می‌کردم بازیگر بی‌نظیری و خیلی مطمئن بودم که نگار کسیه که برای این فیلم چیز باشه، با وجودی که خیلی از نقشات یک ور تفلکی یعنی قربانی چیزی داره و به خیلی که میگفتم این زنه با این کارهای دیوانه‌وار و انقدر مستقیم و اینا، نگار آیا مطمئنی خوبه؟ و ما کردیم که آره حتما خوبه. آخه یه وجهیشو ما توی یک جهان سینمایی متفاوت از فیلم تو توی یه حب قند دیدیم، یعنی اونجا یک ظاهر خب دختر سنتیه توی یه خانواده سنتی توی یزد، ولی یک وجهی از این عملگرا بودن، یک وجهی از این بی‌پروا بودن و عمل کردن خلاف انتظارات عرفی رو اونجا ما ازش دیده بودیم. آره ولی این ور اینقدر شمایل مدرنی ازش و من یادم نمیومد دیده باشم. آره درست میگی. ولی مثلا ببین یه وجهی هم ما توی فیلم تنها 2 بار زندگی میکنیم هم دیدیم ازش، یعنی این وجوهیه که توی نگار به نظر من وجود داشته، ولی تو خب اینو خیلی گسترشش دادی. مثلا من واقعا یه قسمتش این میگم، من فکر میکنم تو اگه بازیگر خوبی باشه یعنی کل ماجرا حله، و به خاطر همین من هیچ وقت من تمرینای چیزه همیشه خوندن فیلمنامه و لحن این است، چون فکر میکنم اگه بازیگر خوبی داشته باشی فقط کافیه بازیگرت بفهمه ماجرا رو، شخصیت رو بفهمه، جهان رو بفهمه، اون وقت بعدش فقط کافیه هیچ کاری نکنه. یعنی من همیشه موقع اجرا چیزام اینه که حالا هیچ کاری نکنیم، اینم حذف کنیم، اونم حذف کنیم، اونم حذف کنیم، تو میمونی که چون بازیگر خوبی هستی وقتی یه چیزی رو فهمیدی بدنت خودش شروع میکنه اون آدم شدن. آره ولی یه مسئله و دیوار 4 هم خیلی مهم بوده. یعنی واقعا بازیش اونجا اصلا تئاتر بی‌نظیری بود و نگار توش بی‌نظیر بود و رامبد هم همینطور. یعنی این شخصیت شاید خیلی یه جورایی نزدیکه به اون شمایلی که نگار توی اون فیلم داشتش، اون تئاتر داشتش. خود نگار و رامبد اون موقع توی اوج قله معروفیتن، چه توی سینما چه توی تئاتر، ولی مسئله کار کردن با سوپر استارایی توی این در واقع شمایل و توی این مقیاس اینه که با خودشون یه پیشنهادات و یه توقعاتی رو ممکنه همراه با خودشون به جهان فیلم بیارن که یه مقدار کار کردن باهاشون رو سخت بکنه. تو تجربه چجوری بود؟ ببین نگار واقعا به طرز غریبی فیلم براش اولویت،
نگار پیشنهاداتی داشتش سر این چیز. هیچ کدوم از این پیشنهادات که من بیشترشم بهش گوش کردم در راستای این که خودش دیده بشه نبود. یعنی یه جایی اگه فکر میکرد من الان کمتر باید دیده بشم، یا این اکته که خیلی باحاله ولی این زیاده الان برای این شخصیت، باید آرومتر باشه. و این خیلی چیز درخشانیه. تو بازیگری داری که به نفع فیلم داره از خودش میگذره، چون فیلم است که براش مهمه. به خاطر همین من واقعا با کمال میل چیزایی که میگفت چیز بود، چون یه آدمی بودش که داشت اون شخصیت رو زندگی میکرد و یه چیزایی ازش میفهمید که من شاید خیلی نمیفهمیدم. از اون ور رامبو با یک در واقع فداکاری، میدونی، چون من اولش مثلا صحبت میکردم گفتم ببین این یه آدم معمولیه که حتی توی دکوپاژ ما خیلی جاها بیرون از قابه، اون جایی که تو قابه خیلی وقتا خورده میشه. همین واکنش رامبو یه بازیگری نبود که بگه پس چرا اومدی سراغ من. واکنشش مثل یه کارگردان بودش که چه استراتژی باحالی، چقدر خوبه. و در فیلم هم همینجور ما صحنه هایی داریم که مثلا اونجایی که با دوست تو خونه دوستن، یه صحنه واقعا 3-4 دقیقه‌ایه که رامبو ته صحنه هستش، ولی چون ما توی یه پلان می اومدیم بیرون و خیلی طول کشید گرفتن اون صحنه و ما بارها میگرفت، چون من کلا همینجوری هم برداشتای خیلی زیاد میگیرم، حتی اگه خوب شده باشه. من 2 تا اوکی همیشه باید داشته باشم. همه رو هم دادشون در میاد. یعنی یه جایی میگم اوکی این اوکی بود ولی بریم یکی دیگه بگیریم، چون سر تدوین خیلی وقتا اون دومیه یه اتفاقی توش افتاده که بی‌نظیره. یعنی یه سوپر استار داری تو که میشینه ما میگیریم و این 3 دقیقه گرفتنه هر کدومش 30 دقیقه طول میکشید دیگه تا بریم بشینیم فلان، و تهش مثلا میرسیدم میگه سلام، گفتیم خب خوب نشده دوباره از اول. ولی یک بار اعتراض هیچی، میدونی، یعنی اینکه اونم با فیلم حال میکرد، میدونی، خیلی مثل یک کارگردان اتفاقا با فیلم حال میکرد. خیلی تجربه غریبی بود، خیلی خوش گذشت به من واقعا. درباره استراتژی بصری تو، شکلی که دوربین هست و اینهام مصمم بودی که این داستان و این روایت باید با دوربین روی دستی که چسبیده به شخصیت هست؟ ببین من توی کارگردانی همیشه فکر می‌کنم تو باید یه استراتژی کلی تو بشناسی و بعد همه جزئیات. من به دکوپاژ نمیرم سر صحنه هیچ وقت، ولی استراتژی کلی ما میدونم و لحظه طلایی هر صحنه رو میدونم که کجا باید اتفاق بیفته. من میدونستم این فیلم مال این زنه و فقط این زن رو نگاه میکنه، و چه در فیلمنامه که اول شخص نوشته شده چه در کارگردانی ما همه چیز رو از طریق این میبینیم. خیلی از اتفاقات رو باید روی صورت این ببینیم، یعنی واکنش های این به اتفاقی که میفته، و همه فیلم همین بود. واکنش هایی که از پریدن از ارتفاع کم گرفتی چطور بود حامد؟ چه از نظر جشنواره فجر، چه اکرانش، چه جشنواره‌های خارجی؟ ببین یه نکته عجیبی این بود که من فیلم داشتم توی یوتیوب میدیدم، شروعش مجوز نمایش فیلمه و توش درجه کیفی جیم فیلم رو ارزش گذاری کردن و این خیلی جالب بود برام. ببین ما مجوز ویدیو گرفتیم، بعد رفتیم فیلم ساختیم. بعد یه قانونی اینا دارن که تو اگه فیلمت که ویدیوه یه شورایی بره اونا بهش الف بدن، جیم تهش این فیلم ویدیوی جیم اون موقع میگفتن فیلم شونه تخم مرغی، یعنی ما که میذارن رو شونه تخم مرغی بدن. اگه یه شورای الف بگیره بعد میرفت یه شورای دیگه اگه اونم الف میگرفت اون وقت به تو مجوز سینمایی میدادن. ما فیلممون تو همون شورای اول جیم گرفت. سانسوری هم فیلم نداره ها، یعنی اصلا مسئلهشون سانسور نبود، مسئلهشون این فیلمه در حد شونه تخم مرغ و خب فجر نیومد و شم نشد، ولی خب برلین فیلم رو برداشتش. یعنی ببین مسئله این نیستش که برای عده‌ای این فیلم خوبه یا بده، برای عده‌ای این اصلا فیلم نیست.
و اون عده خب تصمیم گیرن دیگه. اون عده تصمیم میگیرن که به این فیلم پول داده میشه، به اون فیلم داده نمیشه، این فیلم اکران میشه، این فیلم اصلا با تو هم کاری نداره ها، فقط میگه خب این که فیلم نیستش که این چی اصلا. تو توی فاصله بین پریدن از ارتفاع کم و خاطرات بندباز درساژ رو نوشتید. ببین درساژ اگه بخوام یه خورده کوتاه ازش صحبت بکنیم، چون اونم فیلم جالبیه، ولی به نظر میاد که یه مقدار الگوش یک شباهت هایی با الگوی فصل باران‌های موسمی داره. خب اینجا داریم راجع به یه نوجوان دختری صحبت میکنیم که شروع کرده به کشف کردن جهان. پدر و مادر گرچه اینجا خونه رو ترک نکردن، ولی باز فرزند مورد یک غفلتی از جانب پدر و مادرش قرار گرفته. اونا دغدغه‌شون اینه که خونه‌شون رو هرچه سریعتر به تهران منتقل بکنن، یعنی یک حرکتی رو از حاشیه شهر شروع کردن با پسنداز کردن، با زیاد کار کردن، با مرخصی نداشتن و فکر میکنن که سعادتشون توی رسیدن به تهرانه. ولی میدونی برای من فرق، یعنی یک روندیه از فصل باران‌ها تا درساژ و خاطرات پرید. من اونا خیلی فیلمای فردی و شخصیه، بدون درگیر شدن با هیچ ور اقتصادی سیاسی، یعنی با اقتصاد سیاسی به این معنی که چیزه. توی فصل باران ها من همیشه فکر میکردم لمس تنهایی، تجربه بلوغ، بزرگ شدن و دردی که این ماجرا داره چه شکلیه. ولی هرچی جلوتر اومدم خب جهان من شروع کرد یه ذره تغییر کردن، به چیزای دیگه فکر کردم، چیزای دیگه خوندم. توی درساژ یک وری از، ببین اون دکمه درساژ این بودش، من بچه که بودیم وقتی می‌اومدیم تهران اتوبوس‌های همدان همیشه از مهرشهر رد می‌شد. این مهرشهر با اون مهرشهر ما خیلی فرق داره، ولی چیزی که اون موقع بود و هنوزم تیکه‌ای ازش هست این ویلاهای زیبای خرابه بغلی جاده بود که اون موقع میگفتن اینا همه مال ساواکیا بوده. نمیدونم چرا خوش سلیقه بودن همشون، گذاشتن در رفتن و اینا همه ویرانه و متروکه شده. خیلی تصویر عجیبی بودش، یه جاده، بیابون و ویلاهای معماریای خیلی خوشگل. من همیشه اون وقت به مهرشهر فکر میکردم، بعدن به اون جایی که ازش رد شدیم و میدونستم این مهرشهر یه خصوصیتی داره، انگار مینیاتوری از یه شهره. مهرشهر بالای شهری داره که نیاورانه، از نیاوران هم زیباتر. پایین شهری داره که مسکن مهری و ایناست، ولی اینا اینجوری چسب همن. یعنی تو میتونی این دوتا طبقه اقتصادی و اجتماعی ببینی که قشنگ دارن کنار هم زندگی میکنن. قواره های زمین های 1000 متری 2000 متری استخردار خوشگل فلان و یه سری خونه که مسکن مهره و میگم این امکانه که این آدما میتونن کنار هم زندگی بکنن. این اون دکمه محمودش که یعنی رابطه هایی که اون وقت تو بین این دوتا قطب تعریف میکنی. آره. دختری از این طبقه و پسری از در واقع طبقه و مخالفش. میدونستم که اون وقت پر از استبل از سواری اونجا. این هم چیزی بود که میدونستیم که به اینم ربط داره و حالا شروع کردن فکر کردن راجع به این که چی میشه حالا اون قضیه که مثلا دزدی واقعا بهانه روایت اصلا چیز مهمی نیستش تهش در کل فیلم. میدونی مسئله فیلم برخورد با این دختر است و توانایی نگفتن. گلسا شوخیت گرفته؟ نه. خب بیخی مگه برو اولمونه دعوا میکنی؟ میدونی که اگه اون فیلم دست کسی بیفته چی میشه؟ چی میشه؟
خودت هم توشی بدبخت. خودم برداشتمش پیش خودم میمونه. چی میخوای؟ خب معذرت میخوام. همین؟ خب چی میخوای؟ نمیتونی انجامش بدی. من کاری میتونم انجام بدم. مثلا همین ماشین باباتو داغون کن. مثلا چطوری داغونش کنم؟ بزن به درختا. دیوونه شدی؟ به تو چی میرسه؟ اگه بابا من پول ماشین نده که دیگه خودت هم نمیتونی خوش بگذرونی. اینقدر به خودت نناز. فکری خیلی خفنی؟ فکری من میذارم هر کار بخوای بکنی؟ بیا از اینجا بریم سراغ پروژه آخر تو. اگه اینجوری نگاه بکنیم، یعنی خیلی دلم میخواست همین رونده رو توی کارات ببینیم، تو مایه هایی که به شکل‌های مختلف دارن تکرار میشن. اگه بخوام چند تا مثال بزنم برای اینا و هر کدوم اون وقت توی خاطرات بند باز پیشو بگیریم، شاید بتونیم یه جوری به یه جمع‌بندی برسیم، حداقل تا اینجا. ببین، یکی از چیزایی که توی کارای تو تکرار شده به نظر من مسئله خانواده است. توی فصل باران‌ها در واقع خونه‌ایه که والدین ترک کردن. توی پرویز خونه‌ایه که یک پیر پسر 50 ساله باید اونو ترک بکنه. توی پریدن خونه اتصال بخش‌های مختلفه، یعنی تنها لوکیشنیه، غیر از تعمیرگاه که دوبار می‌بینیم، تنها مکانیه که آدم‌ها بهش برمیگردن و دوباره میرن. و خود اون خونه‌ایه که همه اسباب و اساسیش پیچیده شده توی چیزی و در آستانه در واقع تولد بچه قراره تغییر بکنه. توی درساژ خونه قراره که در واقع یک پلی باشه برای تغییر طبقه اقتصادی و تغییر در واقع فضا. و توی خاطرات بند بازم خود خونه یهو دیگه خیلی مهم میشه، یعنی تو دیگه خارجی های کارتو به شدت کم میکنی، غیر از چند تا صحنه در واقع محدود که اونم هرچه به انتهای فیلمنامه میرسیم و به انتهای فیلم میرسیم یه مقدار غلظتش بیشتر میشه. لوکیشن خونه برای تو تبدیل میشه به یه اصل، یعنی به جایی که داری توش قصه تعریف میکنی. و حالا این خونم یه خونه احتمالاً دهه 50 که یه پاسیو داره، یعنی یک منبع نوری توی این خونه هست. خونه خیلی روشنیه ولی در و دیوارش بدون هیچ تزیینیه، خیلی در و دیوار صلبی داره و یه ترک توی این خونه پیدا شده. این مسئله دار شدن خانه و خانواده انگار برای تو خیلی مهمه و اینو هی داری توی فیلم هات اساس قرار میدی. راستش بخوای اینجوری تلاش فکر نکرده بودم و خیلی ناخودآگاهه و به طرز جالبی، چون زندگی خانوادگی من خیلی متفاوته با، یعنی من همه چیز عشق و ساپورت و محبت و اینا همیشه برام بوده و این چیزا یعنی شاید یه بره تکنیکال داره که کمک میکنه که بشه حرف زد، ولی تا حالا اینجوری بهش نگاه نکرده بودم. جالبه. آره، چون میدونیم حالا مثلا توی خاطرات بند باز خانواده عجیب هم میشه دیگه، یعنی برخلاف خب اونجا خاطرات بند باز به خصوص برخلاف بقیه خونه خب به هر حال یه بره خیلی استعاری هم داره دیگه. یعنی خونه دیگه صرفاً خونه نیستش، هرچند من همیشه فکر میکنم استعاره وقتی ممکنه درست باشه که اون لایه اولش درست جواب بده و سطح به اندازه کافی پیچیده باشه، همه چیز به عمق محول نشه. ولی اونجا از طریق خونه یه چیزایی مثل به طرز روی راجع به مالکیت، راجع به قلمرو، راجع به اینا خیلی حرف زده میشه. در هر حال همیشه خونه یه چیزی از اینا داره، یعنی در درساژ هم خونه چون پدر و مادر مالکشن و قلمرو و اوناست میتونن محدودیت بذارن، ولی اینجا دیگه خیلی راحت راجع به این حرف زده میشه.
آره، یعنی در واقع ما اینجا یه خانواده 2 نفره‌ای داریم که پدر یک جورهای زنبار است. نمیدونم تو تعریف شخصیت تو این هست یا نه. در هر صورت مدام فاحشه هایی رو به خونه دعوت میکنه. پسر شاهد این اتفاقه و پدر به پسر میگه که اینجا خونه منه، اینجا قلمرو منه. و پسر یه پسر مطیعه. پسر شخصیتیه که پدرش میتونه بهش بگه که اینجا نخواب. حتی راجع به جای خوابیدنش هم میتونه تصمیم گیری بکنه. و ما نمیدونیم که چرا این پسر اصلا اینقدر مطیعه. اینجا یه فاصله‌ای داره نسبت به باقی شخصیت‌هایی که تو خلق کردی، چون توی همشون یک جور به قول خودت نهگفتنی وجود داره. یعنی یک جور تمرد وجود داره. شخصیت‌ها اینقدر توی ابتدای در واقع داستان تو مطیع نیستن حداقل، ولی توی خاطرات بندباز این اتفاق میفته. یه همچین خونه و یه همچین خانواده‌ای رو داری تصویر میکنی. آره، ببین یه تفاوتی که مثلا یکی از چیزاش اینه که من هر چی تا حالا نوشتم اول شخص بود. خاطرات بندباز سوم شخصه. آره، ولی برای خود من همچنان اول شخصشون شخصیت خونه است، میدونی؟ یعنی به خودم قرار گذاشتم که چون خونه شخصیته، پس تو این خونه ما همه جا میتونیم بریم. حالا با پدر پسر میریم تنهایی تو اتاق دختر و این ور اون ور. خب ولی اگه اینجوری باشه خروج از خونه اون وقت چه جوری معنی پیدا میکنه؟ نه ببین، هیچ کدوم از این قوانین اینجوری نیستن. یعنی تو قاعده میذاری که بهت کمک بکنه که یه چیزی بگی، نه اینکه دست و پا. من یه زمانی مثلا فیلم میدیدم، همه فیلم رو سپایه بود، یه جایی میرفت رو دست. بعد گفتم قاعده‌شو شکست، چه اشتباهی، چقدر فلات. از یه جایی فهمیدم چرا نه، چرا اگه فیلم همش میدونی. یعنی الان خیلی اوکی هم با فیلمایی که یه جاهایی میرن رو دست، یه جایی، چون مسئله قاعده یه چیز دیگه است. قاعده این نیستش که تو همیشه مفتخر باشی به اینکه محدودیتی رو گذاشتی و رعایت میکنی. مثلا اینکه اون محدودیت چی بهت میده و انقدر باهوش باشی که جایی که احساس میکنی که به جای اینکه چیزی بهت بده صرفا داره محدودت میکنه، میتونی بشکنیش، میتونی ازش رد بشی. بیرون رفتن هم برای من همینه. یه جایی که لازم بود آدم بیرون بره باید میرفتش. و یه عده من گفتن که کاش همیشه تو خونه میموند فیلم. من وقتی میگفتی چرا، میگفتن خب چون انقدر تو خونه، یعنی فقط فرم و تکنیکر رو چیز میشدن، چون انقدر تو خونه موندی پس کاش همیشه تو خونه مونده بودی. نه، اون بیرون رفتنه. ولی به من اون صحنه سوپرمارکت در واقع برای من صحنه مهمی بود. منتها چون نمیخواستم که یهو ته فیلم فقط کات بزنم به سوپرمارکت، فکر کردم پس از یه جایی خوبه به بهانه دختر ما از خونه بیرون بریم که این کم کم اتفاق بیفته. یعنی اینجوری سعی کردم که باش برخورد میکنم. یعنی تو دیگه رد رفتن دختر رو تا اون خونه که ازش در واقع بیرون اومده رو میگیری. آره، ولی اونجا پسره داره در واقع دنبالش میکنه. تو مترو وقتی میبینیم که نشسته، منتها فکر کردم که چرا باید حالا کات بزنیم به اینکه دختر هم اونجا نشسته. اگه اینجا پسر رو میبینیم که تو مترو داره جلو نگاه میکنه، بعد دختر رو میبینیم که میاد اینجا، میتونه چیز باشه. البته یه صحنه‌هایی هست که پسر داره تو کوچه تاریک دنبال میکنه دختر رو، گرفتیم که تهش کردیم که استفاده نکنیم. که تو توی خاطرات بندباز در واقع غلظت تأکید تو روی وجوه استعاری خود فیلم، در واقع اون چیزهایی که پسشه داره بیشتر میشه. یعنی وجوه استعاری که از فیلمت فهم میشه. ببین یه ذره برای من خاطرات بندباز بیشتر با زبان سینما درگیره، میدونی؟ ولی نه با معنایی که آدم ها از زبان، یعنی به معنای تکنیک چیزش میکنن. زبان به معنای اون فرم ساختاری کلی که به همه چیز جهت میده و به همه چیز معنا میده. و اینکه سازوکار سینماه که دیده بشه، مدل دیالوگای این فیلمه مدلی نیستش که آدم ها تو زندگی هر روزه حرف میزنن. چی تو زندگی هر روزه وقتی بهش بگی میخوای چی کار بکنی، میگه میخوام بند بازی کنم.
یعنی اینکه حالا چطوری اینا میتونه توی فقط ور استعاریش نیست، ور اتفاق سینمایی است، مثلا چاقو رو تو دست گرفتنه. چطوری مثلا اگه میخوای تحملتو بسنجی چجوری میتونی واقعا بسنجی؟ یه بار سعید حقیقی به ما فیلم از یانچو نشون داد، گفت این میزانسنی چیه به نظرتون؟ و من گفتم رقصه، و اونم گفت آره رقصه. و رقص چیه مگه؟ همینه دیگه، میدونی؟ و برای من خیلی از اینا مثلا یکی اسمشو میذاره پرفورمنس، یکی هر آیینی چیزی از رقص مگه به غیر از اینه که توش داره. تهش همه اینا یه سری چیز موضوع. این رقص در معنای کلیش، رقص در اون معنایی که مثلا کیرکگارد میگه شهسوار ایمان چنان به دقت میرقصه که هر کی نگاش میکنه فکر میکنه فقط داره راه میره. و این چیزی بودش که توی دختره من به شدت میدیدمش. یعنی این تعریفی بودش که از دختره برای خودم داشتم. و این اون وقت توی خیلی از میزانسن‌های فیلم برای من اینجوریه. مثلا اونجایی که دوربین 360 درجه میچرخه، دختره راه میره، بابا میاد جلوش، اونم برای من خیلی این ورو داره. ولی اونجا کمتر به چشم میاد. تو صحنه مثلا سرد کردن خونه بیشتر به چشم میاد. این چیزیه که من کلا تو سینما دوست دارم. یه جاهایی آب میوه خوردن مثلا توی پریدن برای من اینه. یه لحظه‌ای که یه دفعه فیلم وارد یه چیز این شکلی میشه که انگار همه دارن میرقصن ولی نمیرقصن، دارن راه میرن صرفا. اینجا خونه منه، هر کاری که بخوام توش میکنم. من برگشتم این رفته باشه. من اینا رو خوب میشناسم، این مثل بقیه نیست. تو از من خوشت میاد یا میخوای حال باباتو بگیری؟ تو اصلا ازش چی میدونی؟ نکنه واقعا فکر کردی عاشقت میشه؟ من که پیرم، شاید دنبال تو. خودت با دست خودت داری تنها چیزی رو که تو این دنیا مال توه میدی میره. من همیشه حواسم به درست و غلط کارام هست. نمیترسی یه روز بفهمی همه چیزایی که فکر میکردی درست اشتباه بوده؟ ببین حامد، ولی آیا حالا داشتم باز به اینم فکر میکردم که این تأکیدی که روی خونه به عنوان یک جورهای راویت داری، اما آیا چه از نظر بصری و چه از نظر اتمسفر تو فکر میکنی آیا این خونه نمیتونست شمایلی داشته باشه که ما این در معرض از دست رفتن و ترک خوردن و نابودیش برامون مهمتر بشه؟ یعنی این شکلی که تو عامدانه این خونه رو انگار از هر عنصری که ما بهش دلبستگی پیدا بکنیم، یعنی خونه اون همسایه خانومی که اون پایینه زیباتر از این خونه است. بله، خونه همسایه خانم اون پایین خونه‌ای که در سینما ایران تو خیلی می‌بینی. و ما از اول قرار گذاشتیم این خونه واقعا یه خونه واقعی باشه. یعنی تو سینمای ایران یه بار برو مثلا با یه بار دیگه فیلم‌ها رو نگاه کن، در خیلی از فیلم‌ها در دیوار توسی تیر از فیلیه. چند تا خونه تو تا حالا توشون رفتی که فیلیه در دیوارشون؟ آره، این اتفاقا توی خود فیلم‌های گروه خود شما هم هست. یعنی من فکر می‌کنم این یه چیز گسستیه که تو داری، چون تصویر زیباتر میشه، چون آره نوری که به چهره میدی اون ورچیز داره، چهره میزنه بیرون، همه تونالیته توسی، حالا همه چیز قشنگتر میشه. یا مثلا فیلم کلا راجع به فقر یه عده است ولی پشت میز میشینن غذا میخورن، انگار مثلا فقرایان در بروکلی. یا آدما به شدت فقیرند ولی انگار این دایره رنگ ایتن رو گرفتن برای طراحی رنگای این خونه. همه چیز با همه چیز در هارمونی به شدت زیباست. من شخصا از اون آدم اون سنی 90% خونه هایی که دیدم
کرم یا استخونیه. توی اون شخصیت اون مدلی من آباژور نمیبینم تو خونه، ولی فیلم های ایرانی آباژور، میدونی آباژور نه به خاطر اینکه چیز فرهنگی داره، به خاطر اینکه تصویر رو زیباتر میکنه. اصلا این زیبایی و خوشگلی تصویر، در حالی که کل زندگی ما رو زشتی تصویر داره میچرخه. تهران یکی از زشت‌ترین شهرهای جهانه. اگه یه بار مثلا توی هیچ جای دنیا نیستش که هر خونه با هر خونه بغلیش نماش متفاوت باشه. تو هیچ هماهنگی اینجا نمیبینی. خونه هایی که توشون داریم زندگی میکنیم، خیابون هایی که توشون راه میریم، بار همه دست به دست هم دادن در بدترین شکل و این زندگی ماست دیگه. میدونی مثلا ما کل صداهای ساخت و ساز رو به این فیلم همش توی فیلم خب طبیعتا ما که نداشتیم، همه جا رو ساکت میکردیم، ولی ما همه جا صدای ساخت و ساز اضافه کردیم، چون تو هیچ جای تهران وایسی نیستش که صدای ساخت و ساز نشنوی. هر جا باشی در فاصله 100 متری یا 50 متری از هر طرف دو تا کسی که فیلم ساختن اینو خیلی بیشتر میفهمن، چون مدام یه گروه باید برن اونور سکوت بدن، یه گروه باید برن اونور سکوت بدن. مبنامون رو با این واقعی بودن این گذاشتیم و اون زیبایی که فکر کنم دوشان یه جا میگه زیبایی که برای شبکیه چشم فقط، یه زیبایی دکوراتیو خوشگل بی‌معنا. ولی از این نمیترسی که این اون وقت بافت فیلم تو یه خورده مکانیکی بکنه؟ نه، به خاطر اینکه یکی از چیزاش این بودش که وقتی ما اون طبقه پایین، خب طبقه پایین که نیستش، همون طبقه بالاست دیگه. ما فیلم برداری اون طبقه، یعنی میخوام بگم که اونجا تمام شده، یعنی ما میتونستیم اونجوری باشه خونه. بله اون ساخته شده است همونجوری کاغذ. یعنی هر کی الان فیلمو میبینه میگه اینا امکانشو داشتن که همون سینمای عادی که شلوغ زنده کاغذ دیواری فلان اینا. نمیفهمم این کاملا آمدانه است، ولی باز آخرش اون مرد هم آخرش انگار دوباره به اون خونه پناه میبره، به خونه همون همسایه. برای من خونه همسایه پناه بردن نه، من فقط به عنوان یه رابطه جدید که شروع میشه فکر کردم. یعنی مرد یه جایی به خودش فکر میکنه که آقا اون رابطه‌ای که من باید توش باشم چیه؟ اینه نه اون. و این بود. حامد این فیلم هم مثل فیلم پریدن کستینگ عجیبی داره. یعنی اگه اونجا داری راجع به این صحبت میکنی که یه بازیگر اگه خوب باشه میتونه خیلی از راه رو باهاش رفت، اینجا تو میای یکی از حداقل نقشای مهم تو میدی به آقای معتمن که خودش کارگردانه، ولی مسابقه ای از بازیگر بودنش سراغ نداریم و این خب یه ریسکه برای تو. میدونی آقای معتمن رو خیلی کارگردانای زیادی تا حالا ظاهرا بهش پیشنهاد بازی دادن و کارگردانای خوب و قبول نکرده. اینجا هم ما تا زنگ زدیم گفت نه، ولی خب چون سمیرا قبلا باش کار کرده بود و میشد بالا بخوند مثلا فلان، قبول کرد بخونه و بعد گفت آره. آرش هم میخوام راستش به این که اصلا تو چجوری اینو از ور من دیدی؟ آره حالا به اون میرسیم. به ما داشتیم دنبال بازیگر میگشتیم و همجوری عکس نگاه میکردیم، فیلم ها فلان نه عکس آقای معتمن اومد. خب من شاگرد آقای معتمن بودم از دوره لیسانسم، مثلا 21-22 سالم بود شاگردش بودم، دوره فوق لیسانسم هم شاگردش، یعنی میشناسمش. با هم رفاقت بعدش خارج از دانشگاه بریم و بیاییم نداشتیم، ولی در دانشگاه با هم بالاخره دوستی داشتیم و دوستی استاد شاگردی دیگه طبیعتا. و عکس جدیدش من دیدم خب خیلی خوبه که خودشه دیگه، چون ما یه چیزایی زیادی همین من اون بازی سینماییه چیزی نیستش که دوست داشته باشم. سینما نه به معنای ذات سینما، به معنای کلیشه سینما. و تو بازی‌های فیلم هم می‌بینین، یعنی ما همه جا سعی می‌کنیم کم بکنیم، یعنی همه چیزو کم بکنیم. بخاطر همین خیلی همین نیستش که انتخابات زیادی داشتیم. 1-2 نفرم به همون گفتن که نه، وقتی که بهشون صحبت کردیم فیلمنامه رو فرستادیم.
یعنی فیلمی هم نیستش که بگیم آدم ها همه مشتاق بودن درش بازی کنن. همون برخورد این که چه خبره این، اگه فیلم هستن دارین چی کار میکنین، بالاخره اینجا هم بود. منتها آقای معتمن که اومد خودش هم اول چیز کرد، اول راجع به این که خب مدل دکوپاژی چطوریه فلان فلان و بعد تمرین کردیم با هم و تو تمرینا هم من مطمئن شدم که خیلی انتخاب خوبیه، هم خود آقای معتمن هم این ریسکو نمی‌کرد بره یه جایی که خوب نباشه. آقای معتمن هم مطمئن شدش که خودش خوبه اینجا. یه چیزی میموندونم اینه که بالاخره خب فیلمساز با سابقه و اینا و من یه ازش همون اول ازش پرسیدم آقای معتمن حالا اگه وقتی که من دوربینو اشتباهی جایی بذارم چه اتفاقی قراره بیفته؟ گفت چه اتفاقی قراره بیفته؟ به من ربطی نداره، من بازیگرم و خودم انقدر کار دارم که حواسم به این چیزا نباشه. حامد تو فیلم رو توی گروه سینما هنر تجربه اکران کردین. اکرانه به نظر من خیلی از جهت زمانهایی که برای فیلم شما در نظر گرفته بود و به طور کلی شکلی که فیلم ها دارن تو گروه هنر تجربه اکران میشن به نظر من شکل خیلی عجیب و وحشتناکیه. یه جوری شبیه مسله کردن فیلم هاست، یعنی یه جوری شبیه در واقع ذبح کردن فیلم هاست، یعنی اکرانی هست که اکران هم نیست. من اینجوری نمیدونم چون آخه اونور فکر می‌کنی فیلم ها رو اکران می‌کردن. نه با اونور کاری ندارم، ولی این شکل اکران رو تو چجوری می‌بینی؟ من ترجیح میدادم که مثلا بیشتر بود زمانش، ترجیح میدادم که مثلا 6 ماه می بود. ولی چند تا چیز هستش. یکی این که اونور اصلا این فیلم ها اصلا امکان ندارن. یعنی تومان چقدر مثلا من تومان رو خیلی دوست دارم، به نظرم خیلی فیلم خوب و فیلم مهمیه، چقدر اکرام بود. یعنی واقعا میبینی که همه دست به دست هم میدن یه کاری کنن فیلم زودتر چیز بشه بیاد پایین. حالا ببین بعد از این اتفاقات این 1.5 سال دیگه داره نزدیک به 2 سال اخیر میشه و این اتفاقات و این تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران، ببین سینمای ما خیلی تحت تاثیر قرار داره میگیره به نظرم، از نظر شکل، شمایل، نوع روایت ها، شکل بازنمایی. و دلم میخواد بدونم که تو الان بعد از فاصله‌ای که داری و خاطراتو بندباز تموم کردی، نمایش داری چجوری به نقش خودت و فیلمسازی خودت توی این فضا، چه از نظر مناسبات سینمایی چه از نظر مناسبات اجتماعی، داری بهش فکر میکنی؟ میخوام اینجوری بگم، یک زمانی اگر که تو توی پریدن از ارتفاع کم نشون میدادی که زن مرد رو به اتاق خوابش راه نداده و صبح با روسری و با اون پوشش روی تخت خوابیده و با صدای در زدن مرد یا صدای صبحونه درست کردنش بلند میشه، ما اینو باور میکردیم خیلی، چون یک در واقع قرارداد سینمایی بود که هممون قبولش داشتیم. ولی الان یه جورایی قبول کردن این قراردادها و کار سینمایی کردن سخت میشه و از این جهته که من فکر میکنم یه مقدار مثلا فیلم خاطرات بندباز تو با این در واقع مسئله حادی هم که تو تعریف میکنی، یعنی ورود روسبی یا زنی که قراره با یک مرد بزرگتر از خودش بخوابه در درون خونه، یهو با این شمایلی که ما باید طبق قوانین بازنمایش بکنیم یهو خیلی پیچیده میشه، یهو انگار خیلی ممکنه که پذیرشش دیگه سخت بشه و این چیزیه که توی همین مدت اخیر اتفاق افتاده. تو هم اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم و به پایان بحثمون نزدیک بشیم، برآیند این اتفاقات و با توجه به اینکه خب تو هم یه فیلمسازی هستی که همیشه یک تعریفی از جامعه برای خودت داری و اونا رو داری توی فیلم ها بهش میپردازی، تو خودتو چجوری میبینی؟ ببین واقعا خیلی پیچیده است. من الان فکر نمی کنم کسی باشه که مثلا کار کرده باشه و درگیر این نباشه که خب من بعد از این مثلا چجوری قرار فیلم بسازم. و فقط یه ور نیستش، انبوه چیزای چطوری میشه مجوز گرفت اصلا چه لزومی داره
نه. یه خورده لزومش هم مطرحه. نه همین میخوام بگم ولی از اون ور چطوری میشه پول پیدا کرد. بله این درست. مجوز یه چیزی بودش که باعث میشد به تو کسی بیاد سرمایه گذاری بکنه، به خاطر اینکه فکر کرد فیلم اکران میشه. وقتی مجوز میرفت کنار، یه قسمت زیادی از اینا میرفت کنار. حالا اصلا پول کجاست در شرایطی که سینما فقط 4 تا فیلم سوپر پرفروش به اضافه مثلا 40 تا فیلم پرخرج و ارگانی شده، چی کار باید کرد؟ راجب چی باید حرف زد؟ با حجاب باید چی کار؟ همه اینا چیزاییه که آدما درگیرشن. ولی من فکر میکنم که باید فیلم ساخت، هرچند خودم الان فیلم نمیسازم. به این خمودگی نباید تن داد، باید همه اتفاقاتی که میفته رو اتفاقا تبدیل به انرژی کردش و هر کی باید راه خودش رو پیدا بکنه. حتی اگه فیلمی که قراره بسازه آخرین فیلمی باشه که میسازه، یعنی شاید هممون باید بگیم یه دونه آخرین فیلم میخوام بسازم، ولی باید یه کاری بکنیم که بیارزه و ارزشش رو داشته باشه. و این نه صرفاً به معنای میدونید واکنش نشون دادن به این فیلمت کنش باشه، نه صرفاً واکنش باشه. مرسی. این که راهش چیه و چی کار باید کرد، این چیزی که هممون داریم باش تقلا میکنیم. مرسی حامد، مرسی، دمت گرم و ممنون که وقت گذاشتی و با هم گفتگو کردیم. مرسی. ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودین و امیدوارم از شنیدن این گفتگو لذت برده باشین.